سلام. این اولین باریه که توی یه ولاگ صدای من رو میشنوید. این تمرینی برای پیدا کردن و گفتن همه کلماتیه که میخوام دنیا از من بشنوه. ما توی صبح 2 فروردین که یه کمی هم هوا سرد و بارونی بود، سفرمون رو با گرفتن نون بربری داغ شروع کردیم و راه افتادیم به سمت تهران. فکر میکنم بهترین موقع برای سفر به تهران روزهای اول عید باشه همیشه و همونطور که انتظار داشتیم هوا تمیز بود و ترافیکی وجود نداشت توی سطح شهر. یه کاری که من دوستام که سفرامون همیشه انجامش میدیم قدم زدن توی کوچه های شهره. دیدن خونه هایی که آدمای اون شهر توی زندگی میکنن حس نزدیکی میده به آدم. انگار اون حس غریبه بودن رو ازمون میگیره. رفتیم و از خروس یه مرغ سوخاری خوشمزه گرفتیم و با منظره شب تهران شام خوردیم. برنامه امروزمون گشتن توی کوچه های نوفل شاتو بود که از قبل چند جا رو نشون کرده بودیم تا حتما بهشون سر بزنیم که یه سریا رو تونستیم بریم ولی متاسفانه یه سریاشم نشد. اول از همه برای خوردن یه قهوه اومدیم کافه وست که ساختمون این کافه به خاطر بازسازی خوبی که توش انجام شده چند تا جایزه معماری برده. به خاطر همین برامون جالب بود که حتما ببینیمش، ولی فقط اجازه داشتیم توی حیاطش بشینیم و قسمت‌های دیگه بسته بود. بعد از قهوه راه افتادیم سمت کوچه لولاگر که با اینکه فضای آنچنان بزرگی نبود ولی پر از سورپرایز بود. کوچه لولاگر یه کوچه کوچیک و باریک بود که قدیمی ترین پیتزا فروشی ایران، پیتزا داوود رو توی خودش داشت. یک کافه لولاگر رو داشت، چند تا گالری و یک کتاب فروشی خیلی گوگولی بود اونجا. 2 خونه که روبروی هم و قرینه هم ساخته شده بودن توی این کوچه هست. یه کفاشی قدیمی و موزه اسباب بازی ها هم توی این کوچه بود. انگشتتو بیار ببینی نمیفته. نه ترس و حتی این میتونه روی نوک انگشتمونم وایسه. از دختری رو از شهر یا از روستا عروس میکردن و پای قنات میبردن که قنات خوشحال بشه و پرآب بشه. به خاطر همین این عروسک عروس قناته و گاوچاه گاوی که آب رو به روستا و شهر میآورده. این گاو هم گاو متبرکی بوده و معمولا در واقع بهش نظر قربونی آویزون میکردن.
اینجا سازدهانی ها رو داریم که نمونه های چینی ها رو اینجا داریم و همینطور انواع فرفره با مکانیزم های مختلف رو اینجا جمع کردیم از مصر باستان یونان باستان. موزه اسباب بازی یه موزه شخصیه که کلی از اسباب بازی ها رو صاحبای موزه جمع‌آوری کردن، ولی خیلی ها رو هم بچه های دیگه به این موزه اهدا کردن. گشتن و پیدا کردن کلی اسباب بازی که باهاشون خاطره داری حس خیلی خوبی میده و به نظرم دیدن موزه اسباب بازی قطعاً ارزشش رو داشت. بعد تجربه بعد نهار رفتیم سمت باغ کتاب که اجازه بدیم کتابا حالمون رو خوب کنن. اولین بخشی که من رو توی خودش غرق کرد قسمت کتابای عکاسی بود، چون که امسال تصمیم گرفتم کتابای بیشتری از دنیای عکاسی بخونم. خیلی خوشحال شدم که یه قسمت جداگونه برای این کتاب‌ها اینجا داشتن. بخش بعدی که من رو توی خودش غرق کرد بخش ادبیات ژاپن بود، به خاطر اینکه من تصمیم گرفتم توی سال جدید کتابای بیشتری از ادبیات ژاپن بخونم و به خصوص از هاروکی موراکامی. کتابایی که از این بخش خریدم پینبال 1973 هاروکی موراکامی و کوکورو از ناتسومه سوسکی بود که خیلی مشتاقم که هرچه زودتر کتابا رو بخونم.